حق مانا به عدالت است، هر چیزش منظم حساب شده، هر چیزش به حکمت مصلحت. چرا؟ ولی تجزا کل نفس بما کسبت، هر چیز الله پیدا کرده زمین آسمانم که از این تو دلیل بگیری، از این تو استدلال بگیری. لیستدل، که استدلال بگیره انسان از زمین پیدایش آسمان و زمین. ولی تجزا، که بدل داده شود کل نفس، هر نفس بما کسبت، به آن چیزی که کسب کرده به دست آورده. و هم لا یظلمون، سرشان ظلم کردن نمیشه، حقشان کم و کوتاه نمیشه، زاید ظلم سر شمار نمیشه. الله یاره پیدا کرده به این خاطر که تو دلیل باید بگیری و رای حق پیدا بکنی. لیکن این رای حق کسی پیدا میکنه که خواهش نفسانیش تابع خودش باشه، نه ای که تابع خواهش نفسانی باشه. اطور نباشه. کسی که هوای خود، خواهش خود معبود برای خود جور میکنه، او را پیدا کرده میتونه. افرأیت من اتخذ، خبر بده مرا او کسی که جور کرده الهه و معبود خود، هواه خواهش خود، خواهش خود معبود خود جور کرده. و اضله الله، گمراه ساخته ایر الله علی علم. دو معنا داره، به علم که الله داره که واقعا مستحق رایابی نیست، یعنی استحقاق هدایت نداره. چرا؟ به خاطر استحقاق هدایت نداره که گمراهی را خود خریده، راه های هدایت سر خود بسته کرده، چراغ روشن هدایت خود خاموش کرده، راه را سر خود بند کرده. ای از او خاطر اینطور آدم، از این آدم برابر است قطعی رو آدمی که مکمل در روشنی ایمان زندگی را پیش میبره. یا دوم معنا علی علم، به علم، یعنی میفهمه که بله اینمی رایی که من تعقیب میکنم این خواهش پرستی است، آدم در چای هلاکت میرسانه. و ختم علی سمعه، مهر مانده الله بالای قوت سامعه شنیدنش، و قلبی بالای قلبش، و جعل علی بصره، گردانیده بالای بینایش غشا و پرده. راه های هدایت مکمل مسدود شده، خود مسدود کرده. این امور را انتخاب کرد، بعد از او الله همون چیزا پیدا میکنه دیگه. هر طرفی که تو کسب میکنی الله همون چیزا پیدا میکنه. فمن یهدی، کیست که را هدایت کنه من بعد الله، پس از اینکه الله او را گمراه کرده. افلا تذکرون، این تفاوت در بین دو فرد، دو شخص شما درک کرده نمیتونی که یکی در پرتو روشنی حق رای هدایت در پیش گرفته، رای خود پیش میبره، و یکی فقط بنده هوا و هوس است. هر دو با هم فرق نمیشه، بالکل فرق میشه. دو ترجمه است. افرأیت من اتخذ الهه، یعنی تو خبر بده برام او کسی که جور کرده الهه، معبود خدا، هواه خواهش خدا، خواهش را معبود ساخته، خواهش خدا برای خود معبود جور کرده. معبود چی را میگه اینجا؟ طاعت میکنه، فرمانبرداری از این همی خواهش میکنه، همی خواهشش بس. مثل که از الله تبارک و تعالی تابعداری میکنه، از نفس خود، از خواهش خودم تابعداری میکنه. اگر نفس میگه حلال است میگه حلال است، اگر حرام است حرام است، بس دیگه. یک تعداد مردم ما همینطور است. گاهی در عالم مراجعه نمیکنه که حلال است یا حرام. فتوا از کی طلب میکنه؟ بگه از خودش، میگه برام حلال است. خودش فتوا به خود میده، بس هوا نفس میگه بخو دیگه. چی میکنی؟ یک ترجمه است. معبودی خدا نفس خدا جور کرده. نفس کی کدام طرف امر میکنه این تابعداری از او کرده رویسته، هر طرف که نفس میگه. یک ترجمه است. دوم، افرأیت، خبر بده منو کسی که اتخذه بگیره الهه و معبود خدا، هواه مطابق خواهش خود معبود بگیره، خواهشش که تقاضا داره امو چیز معبود بری خود بگیره. اگر نفس خواهش میکرد که معبود بت باشه بت میگیره، پیر باشه پیر میگیره، بگه مولا باشه مولا را میگیره، چشمه باشه چشمه را میگیره. هر طرف اینی را معبود بری خود جور میکنه که نفسش خواهش داره او را بری خود معبود جور میکنه. آیا این مردم با اون مردمی که واقعا در روشنی ایمان الله خود شناخته، از دلایل نشانه های قدرت الله تفکر کرده، از دلایل الله را شناخته و الله را عبادت میکنه، این دو با هم تفاوت نداشته باشه؟ اینطور آدم نعوذ بالله، اینطور آدم خود تابع نفس است، بس نفس هر طرف میکشانشه. این میسته که نفس هر طرف میکشانه، شیطان هم سخت تسلط سریزی حاصل میکنه. از او خاطر قرآن اشاره میکنه که بزرگترین پایگاه شیطان چیست؟ هوا پرستی و نفس است. پایگاه شیطان اینم اینجاست. اصل شیطان که نفوذ میکنه از همین هوا پرستی نفوذ میکنه. اینمی راه نفوذ شیطان است. بار بار کاغذ روان میکنه که شیطان چطور نفوذ میکنه. شیطان در قرارگاه و پایگاه قرار گرفته،
هواپرستی. زمانی که همین نفس خواهش میکنه، همین شیطان برات مزین میکنه همون کارها را، انواع حیله ها را برات جور میکنه، دلایل برات پیشنهاد میکنه. مامور صاحب دفتر میگه ده 30,000 معاش چی میشه، تو این قدر کرا بده، این قدر ده خانه کرا بده، این قدر ده موتر بده، که این کارم نکنی رشوت خو نمیشه دیگه. آلی نه، حکومت برای تو معاش زیاد بده که رشوت نگیری. چقدر خوب دلیل شیطان برش جور میکنه. ها میگه بالکل برای ما جایز است که بعد رشوت بگیرم. خو نمیگه که من روز اول تعهد و قرار داده به می معاش کردم، به می معاش کردم. اگر کم بود بعد اینجا کار نمیکردم، راه دیگر را انتخاب میکردم. شیطان چی تو راه را برش جور میکنه؟ اینی را میگن راه نفوذ شیطان. از همون خاطر است که شیطان چیسته؟ هر کسی که نعوذ بالله تابعداری نمی نفس خدا میکنه، بس دیگه دونمو هلاکت میفته که خود شیطان افتاده بود. شیطان هم از نفس خود تابعداری کرد یا نه؟ زمانی که الله امر کرد به سجده، شیطان نفسش چی گفت؟ گفت تو کلان هستی، کلان بزرگ هستی. انداخت چه یعنی؟ خود شیطان انداخته می نفس، خود شیطانه. خبرداری؟ دوم شیطان تو را باز نمیگذاره که هوا پرست شوی، تا او اندازه را تو را میرسانه که آخر نعوذ بالله در مقابل دلایل الله مقابله میکنی، در مقابل توحید الله دلیل میگی شرک اختیار کرده رویستی، برای شرک تو دلیل جور کرده رویستی، تا همون سر حد ماندنیت نیسته دیگه. او شیطان هواپرستی نمیره، میگه که یک لحظه هواپرستی یک عمر انسان در پشیمانی میکشانه میشینه. یک لحظه هواپرستی، همه لذات دنیا موقت است، برای چند لحظه است، ولی زمانی که تو دو انداخته شوی کل عمر پشیمان میشی که الله چی کردم. اینی را میگه هواپرستی. هواپرست هر انسانی که هواپرست است خواهشش تقاضا میکنه در بدر است. باز نفس حاکم سری خود نساز، بعد تو نفس خود کنترل بکنی. او کنترل نفس وقت میشه که خشیت الله در قلبت پیدا شود، عذابای الله در پیش رویت مجسم شود، بدانی عظمت الله، صفات الله خود در قلبت جا گرفته باشه که الله از پیش ما خبر داره. اونو وقت باز آدم غالب میشه بالای نفس. و قال ما هی الا حیاتنا الدنیا، بلی مردم میگه نیست ای زندگی مگر زندگی دنیاست، نموت میمیریم و نحیا زنده میشویم. یا خو قائل نیست که زندگی دوم است، چرا این میگه که نموت میمیریم و نحیا باز زنده میشیم؟ جوابای مختلف داده. بعضی مفسرین میگه عبارت پس و پیش شده، اصلش طور است. و قال میگه ما هی نیستی حالات و صفات ما مگر زندگی دنیاست، نموت اصلش نحیا زنده میشیم و نموت باز میمیریم. همونطور زنده شدیم همونطور میمیریم. امیر دهریا میگه کمونستا. یکی. دوم و ما هی نیستی حالات و صفات ما مگر یک زندگی دنیاست، نموت و بعضی ما میمیریم و نحیا بعضی دیگه ما زنده میشیم. یک تعداد میمونه دیگه از پشت سری ما زنده شده میره. دو. سوم ترجمه نیستی حالات و صفات ما مگر یک زندگی دنیاست، نموت و ما میمیریم و نحیا زنده میشه اولاد ما، جای ما را اولاده گرفته همیطور پیش میره. و ما یهلکون، ما را هلاک نمیسازه، الا الدهر، بجز از زمانه ما را هلاک میکنه. این میره میگه منطق دهریا، کسایی که قائل هستن به وجود الله و هستی الله قطعا اعتقاد ندارن. میگه هر چیز طبیعت پیدا کرده ماده که میگه برش، یا میگن کمونستا همین نظریه را داره. البته این توده خیلی کم است و قرآن در مقابل ازش دلیل نمیگه. چرا؟ از او کده که احمق ترین افراد نیست در دنیا همین مردم است. چرا؟ این نظم عجیبه، این عالم و هستی بزرگه با این دقیق ترین نظم خود چطور شده میتونه طبیعتی کور پیدا کنه شه؟ در زمان سابق فلاسفه که کتابایش مطالعه بکنه و کلی حوادث که در روزگار پیش میشه همه تغییرات ایره نسبتش به فلک میکرد که افلاک به گردش خود اینی حالتا را در بار میاره. اوی عینا عقیده کفریست نعوذ بالله. آلی هم شما زیاد امو چیره آهنگ میشنوی که در مورد افغانستان فلک چطور میگه؟ اما آهنگ آلی من در یادم نمانده. فلک توی طور کارا میکنی فلک در اشعاری شعرا میگه پا آمده، این کلش گپای الحادی است. من نمیگویم چرخ فلک مرا سرگردان نساز، هرچی خواهی بکن خو مرا محتاج نامردان نساز. سیکو
اینی هم شاعری بزرگ است. شاعرها را که ببینه کل کلماتش نمیتور کفر پر است، نعوذ بالله. نسبت ها را به مو فلک میکنه، با آسمان میکنه، به زمانه میکنه. امروز بسیار مسلمانای ما میگه چی میگه؟ توغل است، عقرب است، باریدن به او میکنه. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه در حدیث میگه که چیست؟ مؤمنات دو قسم میشه، بعضی مشرک به الله میشه و بعضی موحد به الله میشه. اگر بخیزن سبا بگوین که موتر نابینه کذا سر ما باران شده از فلانی ستاره، از فلانی عقرب و توغل، مشرک به الله تبارک و تعالی است. اگر بگوید که ما را الله باران روان کرده، این موحد به الله تبارک و تعالی است. لیکن مردم هم یالی امیر رقم میگه. یکی در حدیث پیغمبر میگه که با دهر دشنام نده. دهر کیست؟ الله. مانا دهر صفت الله نیست، گرداننده دهر، تنظیم کننده زمانه کیست؟ الله تبارک و تعالی است. وقتی که تو بگی ای زمانه تو اینطور شوی، مرا اینطور کردی، نعوذ بالله به الله دشنام دادی. زمانه خودش چیز نداره، هیچ چیز قدرت تو چی نداره. این برگرداننده از خود الله تبارک و تعالی است. از او خاطر در دهر دو دشنام داده نمیشه. اینجا عمود دهریاره میگه که میگه اینمی چیست؟ زمانه همینطور آمده، سمارق واری ما پیدا میشیم و اینطور او طرف میشیم و میرویم و وفات میکنیم و این کارا میکنیم. خیا بسیار بدبخت مردم است. امین طبقه کمونستا احمق ترین مردم بود، چرا که امین نظریه را داشتن. نعوذ بالله. گفتر چی کسی اینطور پیدا میشیم، اینطور فنا میشیم، لیکن نمیبینه که نظم چطور روان است. یا طبیعت کور میتونه همین آفتاب و محتاب و اینمی روز و این شب، این تبدیلی هوا را، این بالا کردن بادها را، این میوه ها را، این زنده شدن زمین، این گپا را کلش همیتون خود به خود شو. عجیب است. از همون خاطر قرآن زیاد تمرکز سری رد از یا نمیکنه. چرا؟ ایان قدر مردود است که ادناترین عقل ای را رد میکنه. عام مشرکین اینطور نمیکردن. الله را مدبر میدانستن، خالق میدانستن، رازق میدانستن. چیست؟ تمامی بارانی گپا را نسبتش به الله میکرد مثل مشرکین مکه. اما با الله در عبادت شریک می آوردن. مثل که مستحق عبادت الله است، این دیگرها هم است. چرا دیگرها است؟ دیگرها هم به الله خیلی مقرب و نزدیک است. امی عبادت هم مقرون به کی میدانستن؟ به الله، که الله خوش میشه و یارا چیزی حصه داده. اینی را قرآن زیاد رد میکنه. چرا؟ اکثر مردم به این مبتلاست. و ما یهلکون، ما را هلاک نمیسازه الا الدهر، مگر زمانه. الله میگه و ما لهم بذالک من علم. فقط یک دلیل کدام است؟ و ما لهم نیست برای از یا بذالک به سخنشان من علم، کدام سخن دانستنی ندارد، سخن دانشی نداره که مبتنا به اساس دلیل باشه. فقط انهم الا یظنون، نیست مگر یا گمان میکنه، گمانی که اساس پایه نداره. این گپ میزنه. قرآن بر ما میگه هر موضوع مسئله باید دلیل و سند داشته باشه. این گپی از چی سند داره؟ و اذا تتلى علیهم آیاتنا، زمانی که تلاوت کرده میشه بالایشان آیاتنا بینات، دلایل قدرت ما، دلایل توحید ما، بینات که واضح سیج نه و خلل خودش دایش نیسته. این طور هم نیست که مغلق باشه، پیچیده باشه، هر کس نفهمه، بلکه دلایل که قرآن بیان میکنه آمی جافی بگه ملا ناملا عوام غیر عوام کلگی در یکسان است، درک کرده میتونه. بسیار ساده بیان میکنه، بسیط بیان میکنه، هم فهم است، پیچیدگی نداره. ما کان حجتهم، نبود دلیل از یا سند از یا الا ان قالوا، مگر میگفتن ای تو بیاره بیا با اینا پدرای ما را، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگی که زنده شدن بعد از مرگ حق است، پدرای ما را زنده کنی. الله جواب میگه یک طرف اگر این طور کارا باشه که هر پیغمبر هر کس پیشنهادی معجزه بکنه، و پیغمبر تمامی روز معجزه بیاره، معجزه بیاره، یکی امیالی در پیش روی ده مگپا را بکنه، باز چی باقی ماند؟ امتحان از کجا میاد؟ خب بعد از کجا معلوم میشه؟ ایمان خب به غیب معتبر است. ایمان که بالمشاهده شو، خب باز ایمان نشد. تو که هر چیز با چشم سر ببینی دیگه چی باقی ماند؟ امتحان از کجا شو؟ از او خاطر الله جواب میگه قل الله یحییکم، بگو که الله شما را زنده میکنه، ثم یمیتکم، بعد از اون میمیرانه، ثم یجمعکم، بعد از جمع میکنه شما را الی یوم القیامت، در روز الا به معنی فیستا، فی یوم القیامت، در روز قیامت، لا ریب فیه، که هیچ شک در آمدن و قیامت نیست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر مردمان نمیدانه. ای بدبخت چرا سعی نمیکنی هر روز هر سال تو نمونه زنده شدن و بگوی بردن بالکل در پیش رویت الله برات نشان میده. این گیاه ها را نمیبینی؟
این حالتهای سابقه را که الله بر تو را که اول پیدا کرده امی برات کفایت نمیکنه. ولله ملک السماوات، خاص در اختیار الله است پادشاهی آسمان ها و الارض از زمین. و یوم تقوم الساعه، در روزی که قیامت قائم میشه، یوم اذن، در روز یخسر المبطلون، زیانمند میشه، یعنی معلوم میشه، آشکارا میشه خساره باطل پرستا. خساره اونجا معلوم میشه که کل عمر خدا، محنت و تکلیف خدا، مشقت و کوشش خدا فقط برای ابطال دین تیر کرده. مبطلون باطل پرستا را میگه کسایی که دست یزی بود که دین حق باطل بسازه. اینمی مردم ها اونجا باز معلوم میشه که وای ما از امو سرمایه که الله برای ما داده بود هیچ فایده برای خود نگرفتیم، بلکه علیه خود سری خود دیگه ثابت کردیم گپارا. اینی را باطل پرستا هموسته که حق من نمیکنه، مردم من نمیگذاشتن، خود میاد. و ترا کل امت، تو میبینی مخاطب پیغمبر علیه السلام تمام جماعت ها و امت ها را دل ملت ها را جاثیتن که بالکل بزانو نشسته تابع فرمان الله تبارک و تعالی رب زده نمیتانه. در دنیا خو هر طرف طغیان بود، هر طرف سرکشی بود. الله برشان یک نوع آزادی داده بود، روز فرا میرسه که کلگی بزانو نشسته مثل که فرمان برداری چی هسته؟ تیار سید که چی وقت فرمان الله میرسه. یک مونا تو میبینی تمام جماعت ها را جاسیتن آلی خود پراگنده در هر نقطه جهان است، کلگی جمع کرده شده. کل امت، هر جماعت هر امت تو دعوت داده میشه الی کتابها، به دفتر اعمالش، هر کس به دفتر اعمال. خب قرآن اینجا امتان هم گفته. معلوم شد که اعمال زشت دو قسم است. یکی اعمال فردی است که خودی فرد انسان انجام داده، یکی اعمال زشتی بد است که یک جماعت جمع شده او را انجام داده، مثل بدعت آوری میلاد که مردم جمع شده او کلگی یک طرف شده در مقابل مولا استاد میشه تو بگو بدعت است ما میکنیم. این همی قسم این اعمال نامه ملایده پیش میشه که بیا شما کلگی یک جای شده بوده این کار کردی، نعوذ بالله. الیوم تجزون، امروز پاداش داده میشه ما کنتم، از آن چیزی که شما تعملون عمل میکرده. کل نتیجه عملی خودتان است. ببینید دیگه که دروغ است یا نه یا راست است. هذا کتابنا، این کتاب ما صلی الله میگه، این دفتری ماست. ینطق علیکم، کی سخن میگه بالای شما، بالحق، به انصاف. زیادی کمی قطعا دروغ بستی گپا دیش وجود نداره. انا کننا، ما خوب بودیم نستنسخو، می نویساندیم، نوشته میکردیم بر ملائک، یعنی امر میکردیم ملائکه ما آن چیزی را کنتم که شما بودید تعملون عمل میکرده، فرمان داده بودیم که آن نوشته کنه ثبت کنه. فاما الذين امنوا، پس کسانی که ایمان آورده، ایمان قرآنی و عمل صالحات به مقتضای ایمان عمل صالح انجام میده، الله میگه فیدخلهم، یاره داخل میکنه ربهم، پروردگارشان، همون ذاتی که تربیتشان در دنیا کرد به هدایت دادن، همین قسم اینجا فی رحمتی، در رحمت خود که جنت است. ذالک هو الفوز المبین، یکی در جنت ببرد، اینمی کامیابی آشکار است، الله نصیب ما کنه. و اما الذين كفروا، هرچی کسانی هستند که انکار کردن از نظام الله، از دلایل توحید و یکتاپرستی الله. افلم تکن، برشان گفته میشه چطور است؟ سرتان ظلم است؟ نه. افلم تکن، آیا نبود آیاتی احکام ما، دلایل قدرت توحید ما، قدرت ما تتلا تلاوت کرده میشد علیکم بالای شما؟ چی کردی شما؟ فاستکبرتم، شما تکبر ورزیده، خود کلان تراشیده، گفت ما مستغنیستیم، ضرورت به ترجمه قرآنی گپان نداریم، ضرورت به دعوت پیغمبر نداریم. و کنتم، شما بودی قوم مجرمین، مسلسل قومی بودی که همیشه در جرم گناه ملوث آلوده بوده. و اذا قیل ان، وقتی که گفته میشد که این وعد الله حق، اگر کسی براتان میگفت که نکنه یک کمی بیدار شوی، وعده الله حق ثابت است، و الساعه لا ریب فیها، قیامت نیست شک در آمدن ازی. قلتم، شما میگفتی ما ندری، ما نمیدانیم، ما الساعه، قیامت چیست؟ کی گفت قیامت؟ ان نظن، ما گمان نمیکنیم الا ظن، مگر گمان نمیکنیم، گمان معنا داره. ان نظن، ما عقیده نمیکردیم الا ظن، مگر یک گمان میکردیم که آیا باشه یا نباشه، یک ترجمه. دوم، ان نظن، ما گمان نمیکردیم مگر الا ظنن، یک گمان خیلی کم حقیر گمان میکردیم. یکی یا اصلش اینطور است، ان نحن الا نظن ظنا، ما نبودیم مگر فقط گمان میکردیم، عقیده ما پیدا نمیشد. و ما نحن بمستيقنین، ما نبودیم که یقین کنیم. و بدا لهم، آشکارا میشه برشان سیئات ما عملو،
سیئات و نتیجه اعمال زشتی که یا انجام داده بودند در دنیا، و حاق بهم پایین میشه بالایشان ما امو عذابا کانو که بودن بهی بالای عذاب در دنیا یستهزئون، مسخره میکردن. برو باز ما خود خطا داده میتونم، او قدر قدرت و قوت دارم. همینطور میگن نمیگن؟ مومنا میگن کفار خوب بگذار. و قیل الیوم ننساکم، گفته میشه برشان امروز ننساکم، شما را فرو میگذارم. آلی توجه برای شما نمیشه از رحمت و عنایت. کما نسیتم لقاء یومکم، مثل که فراموش کرده بود شما ملاقات اینمی روز، هازا کی روز است، از دیروز برای شما تنبیه داده میشد لیکن شما فراموش کرده. نه آخرت یادتان آمد نه عذاب، هر چیزی که از دستتان آمد نافرمانی کرده، اوامر الله را ترک کرده، نه نماز نه روزه نه چیز، مست گشته. یک تعداد بسیار مست است، نعوذ بالله. همین جوانی خدا که میبینه همینطور خدا خب اتمبیک جور میکنه که مستم. نماز روزه اطاعت هیچ چیز دیده نمیشه. و مأواکم النار، جای باشیتان آتش است. و ما لکم نیست برای شما من ناصرین، کسی امداد کنندم نداره. ذالکم، این داخل شدنتان در این جهنم و این رسواییتان، بانکم اتخذتم آیات الله، علت و باعث و عاملش چی بوده؟ به سبب ازی که شما بوده اتخذتم، گرفته جور کردی آیات الله، احکام الله را، هزوا مسخره، سری آیات الله مسخره میکردی، نعوذ بالله، سری قرآن مسخره میکردی، سری دلایلش مسخره میکردی. و غرتکم الحیات الدنیا، شما را چی فریب داده بود شما را زندگی دنیا، کش و فش دنیا شما را فریب داده بود. قرآن براتان نعوذ، کی میگفتی ترجمه قرآن که بره ما نیاز به گپا نداریم، ایرا کونه فکرا میخوانه، همینطور میگفتی نمیگفتی، استهزا میکردی. دیگهشان چی میگه؟ بیا که در ترجمه قرآن بریم، بیکار استی بیکار. یعنی تو یعنی قرآن خواندن آنقدر امر حقیر و ذلیل است، نعوذ بالله، که وقت خود سرش ضایع نکن. معنای کلام میفهمی خود. تو بیکار استی بیکار کلمه کفری است، نعوذ بالله. چرا؟ قرآن خواندن معرفی میکنه که آنقدر امر بی اهمیت است که مردمای بیکار باید ایره بخونه، نه کسی که دیگه کارا خیلی ارزشی زیاد سرش داره. به هزارها مسلمان هم گپ میزنه نمیزنه، قرآن میگه و غرتکم الحیات الدنیا، همون دکانداری و دفترداری و مکتب و بگه چیسته زمینی تو را اینمی طور فریب داده بود. در قرآن خدا بیکار نکردی که چی برات میگفت. فالیوم لا یخرجون منها، امروز کشیدن نمیشوند از آتش، ولا هم یستعتبون، عذرشان پذیرفتم نمیشه. استعتاب میگه طلب عذر، طلب توبه، نه رفت دیگه خلاص. فلله الحمد، صورت خلاص میشه. پس تمام اختیارات خاص برای الله است، تمام صفات کمال، الحمد صفات الوهیت و صفاتی که لایق بندگی و پرستش است تنها پیش کیست؟ الله تبارک و تعالی. رب السماوات، که مالک و مربی آسمان ها، و رب الارض، از زمین است، رب العالمین، مالک و مربی کل مخلوقات است. اما ترزات قابل ستایش و قابل بندگی است. وله الکبریا، برای الله است بزرگی و عظمت و جلال که ما شما برش میگیم، سلطان و قدرت، سلطرم میگه. فی السماوات، در آسمان ها، و الارض، زمین، و هو العزیز، و الله زبردست ذات است. هر اراده ای که الله میکنه نافذ شدنی است، الحکیم و حکمت والاست. یکی با یکی کلا گیره نمیگیره، موقع میده. میدان هلاکت حالی ببینی چقدر طغیان میکنه می سرکش ها. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.